در نتیجه ترکش یکی از قبورهای سمنت گذر و سوختار در کارخانه استحصال سمنت جمعیت دارای مسئولیت محدودش چژونگاتسای مویر سمنت در نویه یوون 2 نفر، یک کارگر تاجیک و یک شهروند خطایی به هلاکت رسیده. 6 نفر دیگر، 2 شهروند چین و 4 شهروند تاجیکستان جراحت برداشتند. این حادثه روز 31 ینور سال 2023 رخ داده است، ولی در این باره جمشید محمدزاده سردار ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت ختلان روز 8 فوریه تنها بعد یک هفته در نشست مطبوعاتی این نهاد خبر داد. حادثه 31 ینور سال 2023 در پی ترکش یکی از قبورهای سمنت گذر که حرارت سمنت در آن تا 150 درجه گرم ایستاد رخ داده است. در نتیجه 8 کارمند ضرر دیدند و 2 نفر آنها از جمله یک شهروند کشور چین فوت دیدند. نقل قول کرده است از پلوس از سخنان جمشید محمدزاده. رادیو آزادی خبر داد که شهروند هلاک شده خطایی لو و نام داشته 40 ساله بوده است. شهروند تاجیک که در این حادثه جان باخت تبرت شیف نام داشته 35 سال داشته است. کارخانه سمنت چژونگاتسای مویر سمنت کارخانه مشترک تاجیکستان خطایی بوده، یکی از کارخانه‌های بزرگ استحصال کننده سمنت در جنوب تاجیکستان به شمار می رود. در این کارخانه صدا کارگر تاجیک خطایی کار می کنند. محصولات مویر سمنت نه فقط در حدود تاجیکستان بلکه به خارج نیز فروخته می شود.